از این خاطر مولوی میگد نظر اول به حال پیش و پس کن، پس از وی دولتی فانی هوس کن. اول یک گرد اطراف تماشا کن، یک تاریخ دنیا را بخوان، بعد از آن محبتی بر دنیا میبندی یا نمیبندی این به عقل تو وابسته است. روزی که اجل در آید از پیش و پست، شک نیست که مهلت ندهد یک نفست. یاری نرسد در آن دم از هیچ کست، برباد شود جمله هوای و هوست. به گورستان گذر یک دم نظر بر اهل حسرت کن، سری حسرت پیچیدن در چاک گریبانی. به تاج و تخت و آب و رنگ این فانی چی می نازی که بعد از مدت اندک به خاک دهر یکسانی. گذر از آب و رنگ و دون بنای خانه دین کن، جهان ناید بکار اما بکار آید مسلمانی. شیخ سعدی میگه دلارام باشد زنی نیکخواه، ولیکن زنی بد خدا یا پناه. سفر عید باشد برام کت خدا، که بانوی زشتش بود در سرای. سفر عید باشد برام کت خدا، اون مردی که از خاندانش سفر میکنه میروه، زنی بدی بدگهر داشته باشه اگر او سفر کردن برای او عیده، یا که همون مردی خوبی مسلمان باشه زنی بدگهری ویران باشد اگر از خانه که برای مرد عیده. سفر عید باشد بران کت خدای، که بانوی زشتش بود در سرای. دری خورمی بر سرای ببند، که بانگی زن از وی براید بلند. حضرت شیخ سعدی میگه از اون خاندانی که آواز زن بلند میبراید، دری خورمی از آن خاندان ببند، که بانگی زن از وی براید بلند. از اون خانه که عائله که آواز زن بلند برآمد به دشنام حقارت، او در او خانه خورمی نیست. دری خورمی بر او خانه ببنده کن. مجتهدا دیگر بزرگها میگفتن که آواز بلند زن، آواز قبیح قباحت و دشنام حقارتش چنان گناه عظیم است که حتی که برابر زنا کردنش وریم تا گناهی بد است، بسیار قبیح است. امروزه هم میبینی در بعض قد کوچه میبینی همون زن میبینی، البته که جاهل است، بیچاره نادان است، گمراه است، بی تعلیم است، بی تربیه است. او پدر مادر او زن تعلیم نکرده است، تربیتش نکرده است، شوهرم تعلیم تربیتش نکرده است. کودکش در بیرون میبره بعد لط کوب میکنه و دشنام حقارت میکنه. کودک خچه در بیرون میبره بعد میزنه و لط کوبش میکنه و کودک داد میگه و هر یک کسی که چشمش با او بافته البته عصبش ناآرام میشود، طبیعتش خیره میشود. او را در خانه میشنانی، تعلیم و تربیت میکنی، ادب میدی، نه در قد کوچه. یا اینکه او فرزند یک سخنی بد قباحت میگه که او سخن حتی که در شنیدنش علاقه طبیعت آدم خیره میشود، حتی یاف میشود بعضیش که فرزندی خودش لعنتی میگه. حالا آنکه اون زنی گمراهی بدبخت ببین که معنای لعنت حالی اون ندانست است که چیز. لعنت معناش از رحمت خدا بی نصیب شدن، از رحمت خدا دور بدن. وقتی که فرزند خودش لعنتی گفت یا پدر لعنت گفت، معناش میشه که همین فرزند خودش دعا کرده است که از رحمت خدا تو دور باش، خدا تو را بدبخت و بی سعادتت کنه. معنای لعنت همون است. یا بعضی پدرهای بی سوادی گمراه هست، فرزند خودش اکن نوازیش میکنه میگه ای پدر لعنت میگه یا پدر لعنت میگه، فرزند خودش میگه. یعنی فرزند چه گفته است لعنت خدا را، دوری رحمت خدا را و خودش خواسته است. این گمراهی را ببین، این نادانی و جاهلی را ببین که لعنت گفتن از همه قباحت و رذالت بدی دارد، اما فرزند خودش لعنتی میگن. یا بعضی زنها همین کلمه را به زبانشون جاری میکنن، میگن بسیار زشت است، مادرها و خواهرها با اونها برسانین. البته که اونها نمیشت لعنتی گفتی، پدر لعنتش گفتی، معناش میشه که تر خدا بدبختت بگردانه، از رحمت خودش دور و بی نصیبت کنه. او فرزند بعد چی میشه؟ اوباش میشه. او فرزند بعد مکانش چی میشه؟ حبس خانه میشه، مکانش در بدر میشه، آدم کش میشه. بعد چیکار میکنه؟ و گیره این کش میشه، ضرر رسان در جامعه میشود.
از سبب چی؟ مادر پدر او را در وقت شدن پدر لعنت یا گفتن که لعنتی. این بسیار قبیح است. دری خرمی بر سرای ببند، شیخ سعدی میگن که بانگی زن از وی برآید بلند. چوزن راهی بازار گیرد بزن، وگرنه تو در خانه بنشین چوزن. حضرت شیخ سعدی میگن. شیخ سعدی بزرگواره که در بستانش همه کتابشو میخونه، همه میشناسید. چی میگن؟ چوزن راهی بازار گیرد بزن. راه بازار پول به دست کردی، بازار با بازار تیلا خریدن که گرفت، گشتن که گرفت، و یقین بدان که بعد چی میشه؟ وگرنه تو در خانه بنشین چه زن، تا که زن بشه و مرد میشه وقتی که بازاری کشه. البته که در جمعه های پیشینم سوال آمدگی بود که آیا سودا کردن در بازار نشستنشون درست است؟ بله درست است، در حالتی که شوهر نداره، بیوه است، قشاق است، فقیر است، کمبغل است، میلش سطر حجاب اسلامی را به جا بیاره ضرورت است. اما بی ضرورت شوهرش باشه، ثروتمند باشه، فرزنداش کار کنن، خودش با بازار را بگیره، او بازار چی است؟ جای عبادت نیست، جای طاعت نیست. همه تونده معلوم است که چه جا است بازار، بغیر از دروغ و فند و فریب دیگر چیزی در اونجا نیست. او جای طاعت عبادت نیست، او از مجبوری است که جا میره و با بازار میشینه. چوزن راهی بازار گیرد بزن، وگرنه تو در خانه بنشین چوزن. حضرت شیخ سعدی میگه.